پروفسور مسعود کمالی جامعه شناس سالها در مورد انقلاب و تحولات اجتماعی ایران تحقیقات کردند. ایشون محقق مخصوص دولت سوئد در مورد تبعیض نژادی ساختاری بودند. تشریف بفرمایید. خیلی ممنون از اینکه دعوت شدیم و دوستانی دعوت کردن و راجع به تحول اخیر صحبت کنم. من میخوام شروع کنم با یک چیزی که شاید توافقی با بقیه نداشتم تا الان، اونم اینه که این انقلاب نبود. جامعه شناسی تعریف انقلاب مشخصی داد، یا انقلاب سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی، هیچ کدوم از اینا نبود. هیچ تغییر اساسی انجام نشد. امیدهای ما یک چیز دیگه است. میتونیم ما بگیم انقلاب بود و انقلاب مثلا مثل انقلاب صنعتی 100 سال طول میکشه ان شاءالله تا بره. این به همچین چیزی نیست. انقلاب نبود، یک جنبش بود. اما این جنبش خاصیتی داشت که خاصیت انقلابی داشت به نظر من، که تحولات اخیر ایران رو به طور کامل عوض میکنه. ببینید از 1501 وقتی که صفوی‌ها قدرت گرفتن در ایران و یک نوع دولت مذهب درست کردن، لااقل در زمان شاه اسماعیل که خودش نماینده امام زمان میدونست، یک حادثه اتفاق افتاد. اونه که دعوت شدن تمام بها شیعیان کشورهای عربی هم به ایران و یک الیت و یک گروه در واقع دولت مداری به نام همین مذهبیون یا آخوندها درست شدن در ایران، علما زمانشون میگفتن. در زمان شاه عباس میدونیم این عوض شد و نمایندگی از اونجوری که مثلا شاه اسماعیل خودش نماینده امام زمان میدونست با شکستی که از ترک‌ها خورد عوض شد و وقتی شاه عباس اومد سعی کرد که این مذهبی‌ها رو از قدرت دولتی جدا کنه. اما قدرت از اینا باید یک چیزی بهشون میده و وقف ما میدونیم، حالا خمس و زکات که هیچی، یک پول دولتی هم بهشون میدادن، ولی از زمانی که وقف هم بهشون داد اینها یک در واقع در جامعه مدنی ایران به یک قدرت عظیمی تبدیل شدن که جنگ رو تعیین می‌کردن و جنگایی که با روسیه میشد. وقتی دولت می‌خواست به جنگ بره باید پول از بازاری‌ها جمع می‌شد و اتحادی که بین این گروه و بازاری‌ها انجام شد فقط هم اتحاد مالی نبود، اتحاد حتی علمی بود. می‌دونیم که مدارس دست اینا بود و خیلی از بازاری‌هایی که می‌خواستن بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن تا اینها بتونن حساب کتاباشون انجام بدن و بازار ایران می‌دونیم که یکی از مراکز بزرگ بازار بین‌المللی اون زمان بود. به هر حال برایشون خیلی مهم بود که این آقایون وجود داشته باشن. به هر حال در جامعه مدنی ایران بسیار قوی شدن، در همه حیات ما شرکت داشتن در ایران. می‌دونیم طلاق، ازدواج، مرگ، عروسی، عزا، بچه متولد میشه، حالا به هر شکلی در ایران شرکت داشتن. این جامعه مدنی جامعه مدنی سنتی بود که تا انقلاب مشروطه یا لااقل تا جنبش تنباکو بسیار قدرتمند بود. در زمان قاجاری خب قاجارهای زیر بچه‌هاشون به اروپا فرستادن، یک سری اومدن فرانسه و انگلیس و اینها به هر حال با ایده‌های مدرنیته جدید آشنا شدن، برگشتن. می‌دونیم پایه‌های انقلاب مشروطه و غیره ریخته شد. اما باز هم ما می‌دونیم یک تحولی در همین جامعه مدنی سنتی ما انجام شد که بعضی از رهبران این جامعه مدنی سنتی یعنی بازاری‌ها و به خصوص علمایی که رهبریت لااقل جنبش مشروطه رو به دست داشتن، اینها موافقت کردن با مشروطه. می‌دونید دعوایی بود بین مشروعیت و مشروطیت و غیره که حالا وارد جزئیاتش نمی‌شیم. چیزی که مهم بود اون زمان، یک جامعه مدنی جدیدی در ایران درست میشه به نام جامعه مدرن مدنی ایران. مدارس می‌دونیم مدرسه رشدی و غیره. ما می‌بینیم قبل از انقلاب مشروطه که تحولاتی صورت می‌گیره که یک گروهی خودشون از این مذهبی‌ها جدا می‌کنن، از جامعه مذهبی و از دولت هم جدا میشن. هرچند که تعریف جامعه مدنی اینه که نه خانواده است، نه قبیله است، نه دولت، یک چیزی اون وسط. بین جامعه مدنی و دولت یک بخشی هست به نام پالیتی یا جامعه سیاسی ایران. در جامعه سیاسی ایران گروه‌های مختلفی بودن، چپ‌ها بودن، بعد همون حزب اجتماعی عامیون یا سوسیال دموکراتیک ایران که وقتی انقلاب مشروطه درست شد، اینها بخشی از جامعه مدنی ایران شد. اما این جامعه مدنی مدرن ایران اون قدرتی رو که جامعه مدنی سنتی و اون سابقه‌ای رو که داشت نداشت. به همین دلیل شما نگاه کنید مثلا بعد از انقلاب مشروطه در 1913 به بعد می‌بینید در خود تهران به تنهایی حدود 600-700 تا
انجمن درست میشه و یه جمهوری خواهن یه نیستن، حالا برنامه‌ای که بعداً پشت رضا شاه رفتن. جامعه مدنی اون پختگی رو نداشت برای اینکه خیلی عمرش کوتاه بود و می‌دونیم که با کودتای رضا شاه خیلی از هم باشید، اما جامعه مدنی سنتی همونطور ادامه داد. و در تاریخ مدرن ایران ما می‌دونیم هر وقت این دو تا جامعه مدنی، یعنی چه جامعه مدنی سنتی و جامعه مدنی مدرن با هم همکاری کردن پیروز شد. این لااقل تا انقلاب 1979 خودمون هم هست، شما انقلاب اسلامی. در جنبش مشروطه ما دیدیم این مسئله، در جنبش تنباکو دیدیم، در جنبش ملی شدن صنعت نفت دیدیم و بلافاصله که کاشانی دو دستش جدا شدن و با امپلای انگلیس و غیره و جامعه مدنی رو مدرن رو رها کردن، چطوری سقوط کرد با در حال اون کودتایی که انجام گرفت. پس از اون هم ما یک تحولات دیگه‌ای داشتیم. جامعه مدنی مدرن هم خودش رو گسترش داد، جدا شدن، گروه‌های مختلفی درست شدن و این عدم تجربه جامعه مدنی مدرن ما همین امروز هم می‌بینیم. ما اگه برگردیم مثلا به زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت، ما می‌دونیم مثلا دکتر عظیمی اون کتاب معروف The Crisis of Democracy میگه دموکراسی زیادی و در واقع عدم تجربه جامعه مدنی مدرن باعث شد که کودتای 28 مرداد انجام بشه. چرا؟ برای که مصدق رفت تو ژاپن قرارداد ببنده چون روس‌ها بهش تلاشو ندادن. آمریکایی‌ها تماس گرفت که شما نیروهای بزرگی هستید، انقلابی هستید و غیره، تصور اون زمان از آمریکا به ما کمک کنید. خب می‌دونیم که آمریکا نکرد، به ژاپن رفت، بلافاصله استیزاش می‌کرد. یه گروه دیگه از ایران بلند شد رفت روسیه قرار بگیره، استیزاش می‌کردن برگرد. اون احزابی که درست شده بود یادم نیست الان 27 تا حزب که همیشه فکر می‌کردن بازی سیاسی یا پولیتیکال گیمز اینه که دولت رو زیر سوال ببرن و نشون بدن که قدرت هرچند که پایه‌های مردمی ضعیفی داشتن. چون جامعه ایران، اون جامعه مدرن ایران، اون جامعه قوام گرفته و جا افتاده نداشته، یه دونه دانشگاه داشتیم مثلا. به هر حال دموکراسی زیادی که از این میگه و نشون میده و اون تحولاتی که انجام شد نشون داد که جامعه مدنی همون موقع جامعه مدنی مدرن ایران هنوز بسیار ضعیف بود و جا نیفتاده بود. تاریخ احزاب سیاسی مثلا ملت شورای بهار میگه دوباره همین مسئله. بی خود نبود رضا خیلی تونست سر قدرت رو بگیره یا بعدش اون کودتا انجام گرفت. جنبش مسلحانه که در ایران انجام شد میدونیم کلا جنبش‌های انقلابی در تمام دنیا تأثیر میگیره از جنبش‌های انقلابی دیگه. هیچ کی نمیتونه بگه در یک کشوری جنبش انقلابیش فقط مال خودشه. و به قول سعید ارجمند هر جنبش انقلابی پایه‌ای میشه برای جنبش انقلابی بعدی، یاد میگیره. و این یادگیری متأسفانه در ایران بسیار ضعیف بود. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم و داریم. چیزی که به هر حال انقلاب 57 هم نشون داد، باز همون همکاری جامعه مدنی سنتی ما که حالا خودش رو مدرن‌تر کرده بود با شریعتی و برای جدا شدن از مساجد و از درست کردن حسینی ارشاد و با بازار زیاد نزدیک شده بود و یا با بازرگان و گروه‌های مذهبی مدرن که اسمشون میگن مذهبی مدرن یه مقدار در خودش هم تحول ایجاد شده بود. همونطور که در جامعه مدنی مدرن ایران تحول ایجاد شده بود و گروه‌های بودن که به هر حال ادعای مبارزه مسلحانه و انقلاب کوبا رو داشتن، ادعای دیگه‌ای بودن که معتقد به گذار مسالمت‌آمیز بودن، ادعای گروه‌های ناسیونالیست ملی داشتیم. به هر حال همکاری اینها خوب یا بد امروز ما میتونیم بگیم، میدونید دیگه سلطنت طلبها همیشه داد میزنن که آقا شما چپا انقلاب کردید، شما بودید که باعث شدید خمینی بیاد، یا ما نفهمیدیم، شعور نداشتید، مثل که هیچ کس نمیفهمید چه خبر میشه، یا اینکه ما میتونستیم تاریخ رو پیش بینی کنیم. شما خودتون میدونید که در تهران در زمان انقلاب فقط 5 تا گروه مسلحانه چریکا فدایی وجود داشت. اون 5 تا میتونستن انقلاب کنن. حالا هر جا میگن میزنن تو سر ما، میگن شما انقلاب کردید. خیلی‌هاشون تو زندان بودن. اینه که ولی با این حال همکاری که بین جامعه مدنی و سنتی صورت گرفت که فرمش شورای انقلاب بود، این تونست به هر حال اون گذار رو صورت بده و انقلاب صورت بده. انقلاب انجام بشه. یک انقلاب سیاسی بخشن اجتماعی و نه اقتصادی صورت گرفت و به هر حال می‌دونیم اون تحول. ببین انقلابی که جامعه مدنی همکاری جامعه مدنی قدرت رو به دست میگیره، ما اینو در ایتالیای فاشیست دیدیم.
به خصوص در ایتالیای فاشیست بسیار جالب تاریخش، به خاطر اینکه موسولینی بدون قدرت طبقه کارگر به هیچ عنوان نمیتونست به قدرت برسه. پایه حکومت موسولینی و فاشیست روی طبقه کارگر ایتالیا بود و اون به هر حال جنبش‌های سرکوب جنبش‌های کشاورزا که به هر حال در سیسیلی بود. به هر حال خیلی مهمه وقتی جامعه مدنی به قدرت میرسه پایه یک فاشیسم رو هم میتونه بذاره. و اگر جامعه مدنی مدرن یا جامعه مدنی جدا از حکومت نتونه خودش رو سازماندهی بکنه، خب خیلی طبیعیه که بزننش و خودش کنن و همین اتفاق هم افتاد. چیزی که به هر حال با جنبش مهسا یا جنبش زن زندگی آزادی عوض شد و من میخوام بگم که یک نقطه عطفی در تاریخ ایران هستش، جدایی این دو جامعه هستش. جامعه مدنی سنتی ما در واقع من میتونم بگم امروزه مرده، به این دلیل که اگر ازش هم باقی بمونه مجبورن جامعه حتی مذهبی مدرن بشه، چیزی که تو اروپا اتفاق افتاد. من متاسفانه چون در رابطه با برای طرز نژادی هم کار کردم بسیار ناراحت میشم وقتی اروپایی‌ها میگن که شما مسلمان‌ها یا اینکه اسلام، مثل اینکه خودشون همین الان کریس دموکرات اینجا ندارن تو همین خونه، یا در ایتالیا در تمام حکومت بعد از جنگشون دست کریس دموکرات‌ها بود، یا در آلمان غربی، و یا اینکه روی دلار آمریکا نوشته in the name of God we trust. این که وقتی که صحبت می‌کنیم در حال باید توجه هم بکنیم که حالا صحبت از تحریم و زدن و بایدن و مثل که ما نشستیم اینجا می‌خوایم ایرانی‌ها رو نجات بدیم، اینطوری نیست. این جنبش بسیار بسیار مهم بود و نشون داد که قدرت جنبش در ایران، قدرت لااقل مردم در این جنبش بیشتر جوان‌ها شرکت کردن، برای اولین بار بدون اینکه رهبری داشته باشه. میدونید جنبش جامعه مدنی ایران همیشه سازش این دو جنبش یک رهبری رو اعلام می‌کرد، مثل مصدق و کاشانی یا بعداً در جنبش انقلابی 57 هم دیدیم. در این جنبش رهبری مشخصی نه از طرف جامعه مدنی مدرن داشت نه از طرف جامعه مدنی سنتی، اما یک جنبش مدرن بود که در واقع خط خودش رو جدا کرد و این به نظر من یک حادثه انقلابی، نه یک جنبش انقلابی، ولی یک حادثه انقلابی در تاریخ ایران اسلامی شیعه بعد از به حال صفوی‌ها. ما یک تحولی رو دیدیم که به نظر من باید در موردش تحقیق شد و از تئوری‌هایی رو که روی کله ما کردن، تئوری‌های غربی دولت مارکس بیایم بیرون و اون جنبش رو در پایه اون تحولاتی که در داخل صورت می‌گیره ببینیم و گروه‌های مختلفی که در این جامعه وجود داشتن و دارن و چگونه این جنبش رو در واقع حالا خیلی‌ها میگن که وسایل ارتباط جمعی الان بود، انقلاب تکنیکی و اینا که باعث شد، ولی واقعیت امر اینه که خط جنبش‌ها از این به بعد در ایران از خط جنبش سنتی جدا میشه. خیلی از دیدیم رهبران مذهبی که مخالف رژیم بودن سعی کردن رهبریت رو دست بگیرن، اعلامیه دادن، فتوا دادن، ولی کسی توجه نکرد. برای اولین باره که هیچ کس دنبال ناجی که به قول فروغ با از آسمان با مسجد الله اکبر می آمد نرفت دنبالش. کسی که مثل هیچ کس نیست، کسی نوع فردی رو تقسیم میکنه، کسی دنبال اون نرفت و این جنبش به طور واقعی یک جنبش بسیار مدرن بهش میگن نیو موومنتس که میتونه پایه‌های یک حکومت رو اینطوری به لرزه بندازه بدون اینکه رهبریت مشخص داشته باشه و رهبریت متکثری داره و زیر بار اون رهبریت سنتی نمیره. درودها آقای مسعود کمالی، ممنون از شما. بسیار خوب اشاره کردیم به جنبش ژینا بدون رهبر تونست در واقع خط خودش رو داشته باشه، بسیار مدرن، تونست اتحاد رو برای تمام مردم ایران از اقشار مختلف در کنار هم نزدیک کنه و در حال لرزه بر رژیم جمهوری اسلامی انداخت.